سلام، من فاطمه ام. بازم با یه ویدیوی دیگه. خیلی وقت بود نبودمش. حالا اومدم که براتون طرز تهیه این قندای فانتزی که جدیدن ترند شده رو با هم دیگه درست کنیم و بهتون آموزشش بدیم. حالا اگه دوست داشتید آموزشش میدیم، توی کامنت ها میتونید بهمون بگید. الان من دارم قند با رنگ آبی و در جلوتر از حالا جلو بریم میبینید که رنگ سبزش هم هست درست میکنیم. این الان پودر قند و من با رنگ و اون چیزی که دوست داشتم و قالب و اینجور چیزا. حالا من بهتون میگم که چه وسیله هایی میخواد. فعلا این قالبای فشاری که میتونید از هر لوازم قنادی بگیرید و رنگ خوراکی که میخواید، پودر قند، ژلاتین و دستکش برای نظافت. حالا اگه خواستید طرز تهیه‌اش رو با همین وسایل توی کامنت ها بهم بگین که من یه ویدیوی دیگه براتون درست کنم. و اینکه اون آیدی که اون بالا هست مال کانالمه، برای همین نتونستم پاکش کنم. به بزرگی خودتون ببخشید.